در تالار ورزشی آسایشگاه شاهین شهر گلستان بخشیده به روزی ورزشکاران مسابقه بین المللی عاید به فوتبال بین نورسان تحت عنوان فوتبال سرحد ندارد برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی که با مقصد رشد فوتبال و جلب کودکان و نورسان به این نمود ورزش راه اندازی گردید، 15 دسته فوتبال بازان از 10 تا 16 ساله از جمهوری‌های تاجیکستان، قزاقستان و کرغیزستان اشتراک و مهارت سنجی کردند. ما بسیار خرسندیم که ما را از جمهوری قزاقستان به این چهاربینی ورزشی دعوت کردند. در تاجیکستان ما را بسیار گرم و صمیمی پذیرایی کردند. مسابقه در سطح بلند تشکیلی جریان گرفت. ما 3 دسته شاگردان خود را به این مسابقه آوردیم و کوشش میکنیم در این مسابقه سزاوار جایهای فخری گردیم. برگزاری چنین مسابقه ها امکانیت فراهم می‌آورد که ملکه مهارت کودکان و نورسان بلند شود و علاقه دوستی بین آنها مستحکم گردد. با تشکیل کننده های این چهاربینی منتداری خود را می‌رسانیم. مورد به ذکر است که به نمود فوتبال نیز سال از طرف فدراسیون فوتبال کشور توجه زیاد روانه گردیده ایستاده است. مسابقه بین المللی عاید به فوتبال بین کودکان و نورسان در ولایت سوخت بار اول گذرانیده شد. بنابر گفت سرمربی تیم منتخب کشور عاید به فوتبال پیرو واحدوف، برگزاری چنین مسابقه ها امکانیت فراهم می‌آورد که ملکه مهارت کودکان و نورسان در این نمود بالا رفته آینده از بین آنها بازیگران کسبی به وای رسند. با گمان می‌کنم یک تکون جدی می‌تواند برای پیشرفت فوتبال کودکان، برای عمومی گرداندن فوتبال کودکان و گمان یک اقدام خوب بود از طرف دستیاران این مسابقه و امیدواریم که این مسابقه هر سال باید عنوانی شود. امیدواریم که آینده از بین همین کودکان و نورسانی که با فوتبال مشغول هستند بازیگرانی پیدا میشوند که در تیم ملی، تیم منتخب تاجیکستان در عرصه بین المللی معرفی میکنند. مسابقه بین المللی عاید به فوتبال در شهر گلستان طی 5 روز در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته، غالبان و جایزه‌داران معین گردیدند. در بین نورسان 10-11 ساله دسته‌های کلوب فوتبال آش جمهوری کرغیزستان، سوخت 87 تاجیکستان و گازپروم کرغیزستان با گرفتن 3 مقام فخری مشرف شدند. در بین نورسان 12-13 ساله 3 مقام فخری را دسته‌های آش و جلال‌آباد کرغیزستان و سوخت 87 تاجیکستان به دست آوردند. در بین فوتبال بازان 14-15 ساله دسته‌های المعطای جمهوری قزاقستان، کلوب فوتبال انتیمک قزاقستان و کلوب فوتبال استقلال تاجیکستان صاحب مقام‌های فخری گشتند. غالبان و جایزه‌داران این چهاربینی ورزشی با مدال و افتخارنامه، جام و جایزه‌های فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در فضای تنتنوی قدردانی کرده شدند.